بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. إنك مدرسة يقدر دوام مدهم از كتاب حقوق دعت إليها الفطرة، يعني حقوقك فطرت بجانب این حقوق دعوت کرده است، فراخوانده است و این حقوق را شریعت هم مقرر کرده است و یا که اعتراف کرده است. کتاب از آن شیخ علامه محمد بن صالح العثیمین رحمه الله تعالی می باشد. الله سبحانه و تعالی این کسا مغفرت کرده باشد، همچنین والدینش و جمیع مسلمانان را. طوری که در درسی گذشته در ابتدای درس گفتم، محمد بن صالح العثیمین 13 سال شده است وفات کردن شده. 13 سال شده است وفات کردن شده. این کس در سن 74 سالگی وفات کردن. سال 1347 تولد و 1421 وفات شد. حالا که 1434 است می شود از وفاتشان تا امروز 13 سال. ما دیروز بیم در درس خطبه شیخ خانم خیلی هم سخن‌های با معنی و خوب را یعنی قید کردن شیخ. با کدام سبب یعنی این کس حقوق را این حقوق ها را ذکر کردن و خصوصا عدالت چی بودنش فهمیدن. درس امروزی ما آغاز می‌بود آنجا که می‌فرماید الحق الاول حق الله، زیرا که شیخ در اینجا اختصاراً 10 تا حق ذکر کرده هستند. حق یکم می‌فرماید هذا الحق احق الحقوق واوجبها واعظمها. این حق یعنی که حق یکم، حق الله، از همه حق برترین حقوق است، از همه واجبترین و بزرگترین حقوق محسوب می شود. برای خاطر همین است که کدام انسانی که در یگان حق کستگی کمبودی داشتگی باشد، مثلا در حق پیغمبر، در حق والدین، یا که والدین در حق فرزندان، یا که عمومی شخص ها نسبت به حقوق همسایه ها و دیگر حقوق کم و کمبودی داشتگی باشد، معلوم می شود است که این انسان از همون بزرگترین حق ها که کمبودی دارد. یعنی گفتنی معنی است که تمام حق ها را دونستن ما وابسته به حقوق الله سبحانه و تعالی میشه. اگر هر وقتی ما مسلمانان حق الله را نقض میدونستیم، این حق ها ما را دلالت میکردن شناس شدن به دیگر حقوق. فهمیدید؟ هیچ ممکن نیست یک کس بگه که من حق پیغمبر میدونم، حق والدین میدونم، وقتی درباره حقوق الله سوالش هیچ را ندونه. هیچ ممکن نیست. فهمیدید؟ بنابراین شیخ میفرماید که هذا الحق احق الحقوق، این حق یعنی حق الله از همه حق برترین حقوق هست و اوجبها و اعظمها، و از همه واجبترین و بزرگترین، که از این دیگه واجب بلند نیست و از این دیگه حق بزرگ نیست. چرا؟ لانه حق الله تعالی، چون که این حق الله تعالی است. الخالق العظیم المالک المدبر لجمیع الامور، یعنی حق الله که او آفرنده است و بزرگ است و مالک است و چاره بیننده جمیع امور است. هر یک کار چارش میدیدگی ذات الله است. حق الملك الحق المبين الحي القيوم الذي قامت به السماوات والارض، این حق پادشاهی بر حق است. المبین آشکار، الحی زنده، القیوم پاینده،
که تمام آسمان ها و زمین برقرار بودنشان به طفیل اوست. بهی به طفیل الله است که این زمین و آسمان هم خیلی ایستادگی است، وگرنه کیها اینا یعنی که از کنترل برونده نیست و نابود میشدن. خلق كل شيء فقدره تقدیرا، هر یک چیز آفرید و برای او تقدیرش را نیز مقرر کرد. یگان چیز، حتی یگان برگ به تقدیر نیست، بیم که امی در تقدیر نیست و متاسفانه از وقتش پیش برگ افتی. نه، یگان چیزی نیست که مادامی که وی مخلوق باشد بعد الله تعالی وی در تقدیر کتابت نکرده باشد. خلاص به حکمت بالغه، هر یک چیز آفریده است و چیبه گفتن نیست، زیرا که یک حکمت های در آفرید. بعضی کسان میگن مادامی که خوک حرام باشه بس چرا الله وی آفرید؟ مثلا سوال آسان است، لیکن جوابش میشه بعضی چیزهایی که الله تعالی آفریده حکمتش عمیق است، بعضیش حکمتش پوشیده است. یا که حکمت به بعضی انسان ها معلوم است و به بعضی انسان ها پوشیده است. حکمتی بزرگ دارد. حق الله الذي اوجدك من العدم، این حقی که ما حال صحبت میکنیم آیدی آن، این حق الله است که تو را از نیستی به وجود آورد، یعنی تو نبودی، تو را به وجود آورد. ولم تکن شیئا مذکورا، در ذکر یگان کس نبودی. اگر ما در سن سالی تو حالا ای جوان در 20 ساله باشی، برای مثال 20 ساله باشی، 20 سال پیش تصور کن که در کجا بودی؟ 20 سال پیش لم تکن شیئا مذکورا. یا که 30 ساله باشی، 30 سال پیش در کجا بودی؟ 50 ساله بودی، 50 سال پیش در کجا بودی؟ لم تکن شیئا مذکورا. بنابراین الله تعالی میفرماید، این در اساس آیت گفته شده است که سوره انسان ها میفرماید که هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. همین یک وقت زمانی که انسان به سرش میگذراند، یعنی که شخص 20 ساله میشه، 50 ساله میشه، 70 ساله، 90 ساله میشه، از این سن سال پیشتر در کجا بود؟ لم تکن شیئا مذکورا، نبودی. حق الله الذي رباك بالنعم، این حقی که ما صحبت میکنیم این حق الله است که تو را پرورش کرد با نعمتهایش. رباک، ربا یربی، تربیه کرد تو را با نعمتهاش. تربیه الله سبحانه و تعالی دو تقسیم میشه، تربیه عام میشه و تربیه خاص. تربیه عام میشنده داخل میشه تمامی موجودات، تمامی حیوانات و انسانها و کافرها و منافقها، در این تحت اینا مؤمنان داخلند. اما تربیه خاص است، این خاص به مؤمن ها میباشند که اونها را تربیه ایمان و تقویه ایمان و هکذا. و انت فی بطن امک فی ظلمات ثلاث، تو را به نعمتاش پرورش کرد حالان که تو در بطن مادرت بودی. در بطن یعنی تربیه الله سبحانه و تعالی نسبت تو از اون بطن مادرت سر شدگی است. فی ظلمات ثلاث، در سه ظلمت، در سه ظلمت. خیلی که در سوره زمر الله سبحانه و تعالی میفرماید خلقکم من نفس واحده، شما را الله تعالی از یک نفس آفرید. این قید کنید دیگه خوبتر میشه. در اساس من یعنی تو در درون سه تاریکی بودی و الله تعالی تربیت کرد تو را در همون درون سه تاریکی. این در اساس سوره زمر آیت 6 خلقکم من نفس واحده، شما را از یک نفس آفرید. المراد بالنفس آدم، هم خلاص یعنی شما را از آدم آفرید. ثم جعل منها زوجها، بعد از آن از همین نفس یعنی از آدم جفتی او را آفرید، یعنی حوا. خلاص و انزل لكم من الانعام 8 ازواج و جعل لكم، و از چارپاها انعام گفته اساسا 3 نمودی حیوانات انعام میگویم، الابل و البقر و الغنم. فهمیده؟ از همین 3 نمودی حیوان ها برای شما 8 نوع آفرید، یعنی دوتا چیکار کرد؟ 8 یعنی که 8 نوع آفرید. 8 خیلی که در سوره انعام با تفصیل اومده دیگه که مراد از 8 نوع حیوان ها کدوم ها هستند. در سوره انعام میتونه دیدن،
143 و 144 نمونه دیگه است. یخلقکم فی بطون امهاتکم، شما را می آفرد در بطن مادرهایتان، خلقا من بعد خلق. خلقا من بعد خلق ای نطفه، یعنی هر یک، یعنی مرحله به مرحله شما را در بطن مادرتون چی می آفرد. یعنی نطفه اول، یعنی نطفه به آبی منی بودن، ثم علقه، بعد از آن خونی لط بستش میگن، ثم مضغه، چه در حدیث اومده دیگه با چی گوشتپاره میشود، ثم عظاما، بعد از آن استخوان مبدل به استخوان میشد، ثم یکون العظام لحما، اما گوشتا با چی با هم استخوان ها با گوشت پوشیده میشود. آمده و میفرماید که فی ظلمات ثلاث، در 3 ظلمت تو را تربیت کرد، در درونی 3 تا پرده. یکمش ظلمت البطن، همون تاریکی بطنی شکم میگن. دویم ظلمت الرحم، دویم چی بوده است؟ تاریکی رحم، یعنی بچه‌دان. و زبان روسی چی میگونه؟ ماتکا. هم خلاص. سیومش ظلمت المشیمه، مشیمه گفته اینا پلاسنتاش میگوین، پلاسنتا در زبان تاجیکی همراهش میگوین یا که همراهک میگوین. هم خلاص؟ همراهک میگوین که یعنی هم کودک در دنیا یک پرده های بود. فهمیده؟ یعنی بطن مادر یکم ظلمت، دویمش خودی بچه دون، سیم همراهک گفتگی. نه ذالکم الله ربکم، انمی پروردگار شما است که شما را چنین تربیت میکنه. له الملک، ملک از آن اوست. لا اله الا هو، جز او یگان معبودی برحق نیست. فانا تصرفون، یعنی بس شما چگونه از عبادتی او دست میکشید رو میگردانید؟ فانا تصرفون، کجا رفتید؟ چرا دست میکشید از عبادتی او به دیگر جا میرید؟ همین در نظر داره شیخ میگوید که و انت فی بطن امک فی ظلمات ثلاث لا يستطيع احد من المخلوقین ان یوصل الیک غذاءک، از مخلوقا یگان کس نمیتواند که به تو خوراکت رساند. نمیشد که مثلا گیرم به دهنی زنک گسل کنند بری تو، یا که به دیگر جاش چیکار کنند برای تو پدرت برای مثال خوراکت گسل کنند. و مقومات نموی که یا که وسیله های یا که عامل هایی که تو به اون عامل ها رویدن میگیره. اساس آخه در بطن مادر هر چیز روز دیگرگون شدن میگیره. و یه چی میگم مقومات نمو، یعنی وسیله واسطه هایی که تو را زیاد کرده است. وسایل یا که گیم واسطه ها یا که عامل هایی که نمو که برای رویدنی تو، زیاد شدن تو، حجمت کلان شدن. و حیاتی که یا که وسایلی که حیاتی تو را برقرار میکنن. ادر لک الثدیین، یعنی برای خاطر تو شدن دو پستان مادرت چیکار میکنن؟ پر از شیر میکنن. همون روزی که تو فرزند برآمدن شیر نیست، هیچ نیست. همون روزی که تو به دنیا آمدی دنیا بایها شیر تیار است. خیلی یعنی چی سید علی که داروخانه رفته چی آوردن؟ ملیش رو دیگه شیرای صنعی آوردن نیست، تیار است. یا که به گرم کردن نیست، بیاری با آب گرم تیار کردن نکاره، با میششش که شیرین است اگل کار داره. اما در پستان مادرت باشه الله سبحانه و تعالی روزی که به دنیا آمدی شیرت هم تیار است. نه و هداک النجدین، بعد از چه قدر وقت میبینی که با تو را دو راه نشون میدن. و هداین نه النجدین، میگوی که تو چشم دادم، دو گوش، دو چشم دیگه، دو لب دادم و راهی تو را نشون دادم که راهی نیک و راهی بد. و سخر لک الابوین، و تو که حال قدرتی یک چیز سرحساب رفتن نمیتونی، رزق روزی رو کافتکاب کردن، سبب جستجو کردن که نمیتونی، کار کردم که برای تو ابوین یعنی والدینت مسخرن، در زیر اطاعت هم، برای خدمت تو هم. این خیلی که گرفته چیکار کنن؟
با دنیا ما چیزی زیاد یک گفته فرزندش خدا میدونی زندگیت نه در گرد اطراف تو پدر و مادر خرسند با خصوصا پسر باشد اگر دیگه جویششون نمیاد. بعضی کسا هستن که با پسر زارونه، بعضی کسا هستن که با دختر زارونه. امدک و اعدک میگوید که به تو مدد رساندید و اعدک و تو را آماده تیار کرد که قابلی اکنون همون چی یاردمای الله میشید. یعنی تو را اول یاردم بید قوتت میتین با تو را تیار میکند برای خاطر یک قبول کردن قانونهای خودش. امدک از کلمه مدد تو را مدد میرساند و اعدک با تیارت میکند تو اکو به شرطی که با در بین رای یکون گفتیم که فکر و اندیشه های بیرونی یعنی فطرت بیرون داخل نشود کمونیستی و گویم بس اونه دموکرات و بعد دیگه حزب و دیگه چیزا نبیاد. امدک بالنعم والعقل والفهم تو را مدد میرسونه با نعمت ها، با عقل، با فراست، با فهمش و اعدک لقبول ذلك با تو را تیار میکنه برای قبول کردن همه اینها و الانتفاع به با اینا را در جای خوب استفاده بردن تیارت میکنه. الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره نحل آیه 78 برای النحل نمیگم که در تاجیکی در زبان تاجیکی الف لام نیست برای من نحل گفتم به رفتن میکنه. والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله شما را از بطن مادرهایتان برآورد ای اطفالا یعنی هم تو تیار نه بس رو ریش و سر لباس نه اطفالا همین معنی اخرجکم در همینجا باید قید کنید که ای اطفالا والله اخرجکم یعنی ای اطفالا من بطون امهاتکم از بطن مادرهاتون لا تعلمون شیئا هیچ چی را نمیدانستید. نگاه از بطن مادرهایتان شما را برابر شما هیچ چی را نمیدانستید. برای همون کسی که هیچ چی را نمیدونه او را چی میگویند؟ ابوی نمیگویند تاش او را امی میگویند تاش. هم خیلی سعی چون که از بطن پدر نبروندی تو برای تو را چیکارت کنن نسبت به پدرت ابوی نه امی میگویند. من شک حسین میگوید که آدمی بی سواد برای خاطر همون امی گفته با مادرش نسبتش میتن در اساس همین آیه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا هیچ چیز ننوشتن میدونیتون نه نوشتن خواندن میتوانید. وجعل لكم السمع والابصار والافئده ای القلوب لعلكم تشکرون و برای شما شنیدن و دیدن و قلب را آفرید. چرا؟ لعلكم تشکرون چشم داری شکر بکن، گوش داری شکر بکن، قلب داری شکر بکن تا شما سپاسگزار شوید شکر گوید. فلو حجب عنك فضله طرفة عین لهلكت اگر از فضلش از مهربانش یک به مقدار یک مجه کفتن تو را محجوب کند یعنی که چیکارش کند یعنی باز دارد یعنی گفت که من تو را به مقدار یک مجه کفتن از کنترل خودم میبرم تو را دیگه نگاه نمیکنم گفت لهلكت تو که هلاک شدگی بودیم. ولو منعك رحمته لما عشت اگر رحمتش از تو منع میکرد حالا تو زندگی هم نمیکردی. معلوم میشه که این زندگی کردن کافرها در برابر مؤمنها اینها هم یک قسمی از رحمت الله در نصیب دار هستند گرچند که اینا الله رو این کار هم کنن بدبختا. فاذا كان هذا فضل الله عليك ورحمته بك وقتی که این همه فضل و کرم بالای تو از الله باشد و این رحمت و مهربانی نسبت تو از الله باشد فإن حقه عليك اعظم الحقوق این هنگام بس حق الله بالای تو از همه بزرگترین حق بود است که این هر چیزی که ذکر کردیم در این حق پیغمبر دخالت نکرد یعنی پیغمبر دخالت نکرد والدین دخالت نکردن دیگه مردم بیگانه دخالت نکردن که همه چیزی که گفتیم حیات ما وجودی ما همش یعنی که وابسته به کنترل یا که به مرحمت و فضل الله بوده است. بس چگونه ما نمیتونیم گفتن که این حق الله از همه بزرگترین حقوق است لانه حق
ایجادک و اعدادک و امدادک، این حقی تو را به وجود آوردن است و تو را مدد اعداد، تو را آماده کردن است و تو را مدد و دستگیری کردن است. ولی انه لا یرید منک رزقا و انه الله از تو رزق نمیخواهد در برابر هم چیزای دادگیش، ولا اطعاما و خوراندن هم از تو درخواست ندارد که من یعنی که مثال گیرم من خوران یا که مثال گیرم خودت خوران نمیگوید. الله سبحانه و تعالی میفرماید که لا نسألك رزقا ای لا نطلب منك ان ترزق نفسك، معناش میشه لا نسألك رزق، ما از تو روزی نمیپرسیم، یعنی ما از تو طلب نداریم که اکو خودت خوران و رزق روزی برای خودت یا شب، یعنی که سبب که این معنا نداره که سببی رزق روزی نشود. نحن نرزقك، ما به تو روزی میبخشیم. والعاقبة للتقوى، العاقبة النهاية المحمودة، یعنی عاقبت خوب نصیب تقوی است. تقوی در اینجا به معنای اهل تقوی است، یعنی عاقبت خوب نصیب تقواداران است. و انما یرید منک شیئا واحدا، از تو الله تعالی یک چیز میخواهد، هوایم مصلحته عائدة الیک، فایدهش برای خودت است. الله تعالی از تو یک چیز میخواهد که همون چیز هم فایدهش برای خودی تو برمیگردد. یرید منک ان تعبده وحده لا شریک له، از تو درخواست میکند یعنی طلب میکند که تو باید عبادت کنی تنها و برایش یگان کس و یگان چیز شریک مقرر نکنی. قال الله تعالی میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جنها و یعنی انسانها را خاص برای عبادت خودم آفریدم. ما اريد منهم ای ما اطلب منهم، از وی من طلب ندارم، من رزق یگان رزق، ای عطاء یگون عطا یگون داد، من طلب ندارم لانفسهم او لغیرهم، نه برای خودشون نه برای غیرشون. ما اريد و ما اريد ان یطعمون، من نمیخوام که ویها به من طعام بدهند، ای یطعموا احدا من المخلوقات، من نمیخوام که ویا یگون کسی از مخلوقات خورانند. ان الله هو الرزاق، البته الله خودش روزی دهنده است. اینجا صفت مبالغه، این صفت مبالغه، رزاق صفت مبالغه است، فهمیدید؟ و هو العطاء، عطا بخش الله است. فیه اسم و صفت لله، این هم در برابر صفت بودن هم نام شده است، فهمیدید؟ الرزاق این هم نام است و هم صفت است برای الله سبحانه و تعالی. ذو القوة ای صاحب القوة الكاملة المطلقه، الله تعالی صاحب قوتی چه مکمل است که مثل لا یعتریها ضعف بوجه من الوجوه، یگان راه نیست که مثال گیریم در قوت الله یگان ضعیف شود. مثل یک انسان با قوت هست، چند کسی میخوابونه میبینید که بعد از یک چند کسی دیگه عدد زیاد کشید، میبینید که با قوتش چی میشد؟ الله سبحانه و تعالی را یگان چیزی نیست که قوتش چی کند؟ قوتش پس کند یا بگم ضعیف کند. المتین و الشدید، قوت الله یعنی الله با قوت است و المتین الله سخت است، این صفتی قوت نیست، متین صفتی خودی الله است، متین شدید. نعم. یرید منک ان تكون عبدا له بكل معانی العبودیه، الله از تو میخواهد که بنده شوی برایش. هم تو بندی خیلی نه، ما بنده نه، با تمام معنی های عبودیت، تمام بندگی تا صرف برای او میکنی. كما انه هو ربك بكل معاني الربوبيه، شخلی که وای پروردگار تو هست با تمام معناهای چه ربوبیت، تو هم باید با تمام معناهای عبودیت بندی کامل شد، 100% شد. ان تكون عبدا متذللا له، میخواد که تو برای او بنده باشی که فقط در پیش وی محتاج و خوار باشی. خاضعا له، سرخم در پیش او باشی، نه در پیش غیر او. ممتثلا لامره، فرمانبردار او باشی. مجتنبا لنهیه، از من کرده هاش اجتناب و کنار شونده باشی. مصدقا بخبری، خبرای دادگیش در قرآن یا که به طریق پیغمبر و یاش باور میکردگی کس باشی. چرا؟ لأنك ترى نعمه عليك سابغة تترى،
چونکه تو هستی نعمتاشو میبینی که بالای تو ارزانه آمدین، سابقتا پره آمده ایستن، تترا نعمتای الله بالای تو یک روز پس نیستن یا که یک ماه پس نیستن. مثال گیریم یک جای کس کار میکند، همین معاشش میتد خرسند با همون روزی معاش گرفتگی میبینید این طرف میره اون طرف میره خرسند، او آخری ماه میشه دیگه قباخوش آویزون و دیگه احساس بین زن و شوهر نستریناشون گریختن میگرد و این نمیرسه و این نمیرسه، یکی معاش میشه همه خرسند. این معاش دنیویه. اما نسبت نعمتهای الله حق سبحانه و تعالی بالای تو دائم هست، تترا پی هم، هر یک لحظه نعمت الله هست بری تو. همین تو فقط میدونی گفتی صدای. افلا تستحی ان تبدل هذه النعم کفرا، بس توش مگر شرم نمیداری که همین این نعمت ها را به کفر، یعنی اینجا کفر به معنی ناشکری، با ناشکری چیکار کنی؟ مبدل کنی. شرم نمیداری که این نعمت ها را تو چیکار کنی؟ ناشکری کرده، مثال گیریم شکر و سپاسگزاری نکنی بعد در برابر این قدر نعمت. لو كان لأحد من الناس عليك فضل لاستحييت ان تبارزه بالمعصيه. آخر یگون کس از مردم بالای تو یگون حق داشته باشد، یگون احترام داشته باشد. یک کس میبینی استادت میشه، اما خیلی یک کس میبینی که معلمت میشه، یک کس میبینی همسایت هست که مسافر داره، یک کس میبینی که عمکت میشه، یک کس میبینی پدرت هست. اما خیلی آخر هم یک فضل دارد که اگر یگون کسی از مردم بالای تو یگون ارزش و یگون قیمت داشتگی باشه، تو شرمی داری که در پیش همون کس، در پیش همون مخلوق آشکارا معصیت کنی و تجاهره بالمخالفتی، یعنی ضد او چیکار کنی؟ جهرا ضد او کار کنی. اما خیلی است یک مخلوق در پیش پدرش خیلی، یعنی که مثلا خودت طرفش دراز میکنی، برای مثال مخالفی آداب شده صدای که فكيف بربك الذي كل فضل عليك فهو من فضله. بس یعنی یک سوال تر یک استاد میشه همین کارا رو کردم نمیتونم برای چی شرم دارم. خب همین سیگار کشی و دیگه عرق نوشی در پیش پدرت کردم میتونی؟ نه شرم دارم، یا در پیش نمیتونم شرم دارم. میگه نه و به مادام که تو این مخلوق شرم داری، بس چی خیلی میشد است که پروردگار تو که هر یک فضلی که بالای تو ارزانی است از فضل و کرم او است، بعد تو مگر در پیش الله بعد چه شرم نمیداری؟ آشکارا معصیت میکنی، مخالفت میکنی. و کل ما يندفع عنك من سوء فهو من رحمته. هر بدی که از تو دفع میشود کو یک بلا فرما با دستای تو میزد نزد. هم خیلی یا جون همه یعنی که چپگردون شده گویم در چی صدمه شده همه مرد تو نمردی، اما خیلی یک بدی از تو رها شد. آخه همین هم میگه از رحمت او است، یعنی رحمت او است. الله تعالی میفرماید که و ما بكم من نعمت فمن الله. هر نعمتی که با شما میرسد و رسیده ایستاده است و میرسد تا آخرت، این از پروردگار از الله است. ثم اذا مسكم الضر، بو میبینید که با شما ای اصابکم یگون ضرر رسد، فالیه تجأرون، در وقتی همون ضرر رو خب مراجعت و التجا به کی میکنید؟ بو به هوا میکنید. وقتی کسی که بسیار کسایی وقتی نعمت دارد الله رو به یاد نمیبرد، پروا ندارد، مسجد نمیرد، روت هم که مثل راسمه نماز بخونه. اما روزی که یک پرابلم شدگی ای در تجارتش خصوصا بارش به دست فرام مثال گیرم، بار برده که بارا رو گرفت، با میبینید که در کنج مسجد یا ربی گفته دیگه بعد سر خم کرده، یعنی که ضرر رسیده. برای الله تعالی میفرماید که وقتی به شما یکون ضرر رسد فالیه تجأرون، یعنی که چیکار میکنید؟ ای تتضرعون با التجا و زاری تولا به همه می با نعمت تو کند با خاطر تو میبره، با اون ذکر و اون آبای دیدار افتنه اون دست سجده دیر خستان تو خاطر تو میبره. بارك الله فيك. نعم. وأن هذا الحق الذي أوجبه الله لنفسه ليسير سهل على من يسر الله له. أنا من حقی که الله تعالی او را برای خودش واجب گردانیده است، خیلی هم آسان و سبک است به کسی که الله میسر کرده باشد. یعنی حق الله میسر حق وزمی نیست. تو را نمیگوید که مثال گیریم ایتش خودت در تپرتا و حق الله را بجا آوردگی میشوید، یا که مثل یک کاری گران برای تو نمیفرماید. ذلك بأن الله لم يجعل فيه حرجا.
این به اون خاطر است که الله تعالی در حق خودش یگون حرج، یگون زیقه، یگون تنگی، یگون وزنی قرار نداده، ولا ضیقا ولا مشقتا. در حق الله یگون مشقتی، یگون تنگی نیست که تو بگی که این حق الله و این من به جا آوردن نمیتونم. فهمیده؟ سوره فاتحه را خوب میگتش میگه که من نمیتونم، هیچ ورد زبانم نمیشه. انگلیسی که زبانی خنکه، حرفی نویسیگیش رنگ ما حرفش نمیخونی، هوی یاد میگیره میگه سوره فاتحه رو نمیدونم، من یادش نگرفتم. فهمیده؟ خب قال الله تعالی، الله تعالی میفرماید وجاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی به خاطر الله جهاد کنید، حق جهاده ای بجد و اخلاص و وفا. جدی جهاد میکنید، جدی در اساس کتاب الله سنت پیغمبرش، اخلاص. هو اجتباکم، و شما را برگزید، ای اختارکم لدینه و نصرته، و شما را اختیار کرد که لایق دید که شما در دین همین هستید، در دین الله هستید، و به نصرت خدا شما را لایق دانسته که تو شما را نصرت داده. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بالای شما در دین یگان حرج و یگان زقی نآورده است. ملت ابیکم، یعنی پیروی از دین پدرتان کنید، ابراهیم. هو سماکم المسلمین، ای الله، هو راجع به الله مورد ابراهیم نگید، یعنی الله شما را مسلمان نامید. من قبل، مسلمان بودین شما پیش بود. فهمیده؟ و فی هذا لیکون الرسول علیکم شهیدا، و در همین تا رسول برای شما شاهد شود، یعنی همین شما را مسلمان گفتگی است و رسول پیغمبر برای شما شاهدی میدهد. ای بانه قد بلغکم، در روز قیامت شهادتی میدهد که من به این امت تبلیغ کردم، چه حلال است چه حرام است، چی سنت است چی بدعت است، چی جایز است چی ناجایز است، همشو گفتم. انا که خدا جوابش میبینه در قیامت. و تکونوا شهداء علی الناس، و شما باید که شما چی میشوید؟ شاهد میشوید بالای دیگر مردم، یعنی پیغمبرتون بالای شما شاهد میشد، شما بالای دیگر امت چی میشوید؟ شاهد میشوید. بان رسولهم بلغوهم، وقتی که بیا در روز قیامت چیکار میکنن؟ انکار میکنن تبلیغ پیغمبراشون. اما بعضی سرسختاش بدبختاش چیکار میکنن؟ میگه موسی ما رو تبلیغ نکرد، نگفته این درست است، عیسی ما نگفته که این خیل نکن یا این خیل کن، نگفته. و این امت شاهد میشه به فایده همون پیغمبران پیشیده که میگه تبلیغ کردن. حتی باید حیرت حدیث، معنای حدیث میگه که باید حیرت شما بشون میدید ما پیش گذشتیم، شما با امتی بعدینه بدید. و این امت چی خبر میتن که ما درباره شما خواندگی بدیم در کتاب ما. و اون خواندگی ها و گزیت خواندگی چی میگن؟ در گزیت فهمیدیم که در کجا چی گفتن؟ نه، برای ما در کتاب، برای خاطر اینکه برای دیگه امت تو شاهد شوی، باید تو به کتاب الله شناس باشی. نعم. فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز خانه نماز برپا دارید و زکات بدهید. هم خیلی واعتصموا بالله، ای تمسکوا بدینه و امتنعوا به. نگاه کنید، چنگ به الله زنید معناش اینه که یعنی چنگ به دین الله، دین الله را سخت گیرید، سخت قپید. و امتنعوا به، همین را برای خود مانع گیرید. یعنی که مثال بگیریم به طفیل دین شما از تمام کارهای ناجویه چیکار کنید؟ خودتون سپر گیرید. معلوم میشه که انا همون وقت میتونه از تمام بدی و مشکلات رها کنه وقتی که در دین مستقیم باشه. وقتی در دین خدا که مستقیم باشه ان شاء الله یگون ضرر به تو نمیرسه، چون که از زمره کسانی میشه که اعتصام به الله کردی. هو مولاکم، الله مولای شما هست. الله مولای شما هست. ای مولا معنی چی؟ ناصرکم، نصرت دهنده شما هستید. و متولی امورکم، یعنی به عهده گیرنده ای کارهای شماست. تمام کارهای شما را الله به عهده گرفتگی است. فنعم المولا، چی نصرت دهنده بزرگ است. و نعم النصیر، و چی یاردم چی بزرگ است. از این هم دیگه بزرگتر دیگون یاردم چی میابه؟ هرگز نمیابه. انه عقیدة مثلا، این عقیده نمونوی است. و ایمان بالحق، این ایمان آوردن است به حق. و عمل صالح مثمر،
این عملی شایسته است که نتیجه دهنده است یا که میوه دهنده است. این نتیجه دارد. عقیدة الایمان بالغیب والایمان بالواقع، این عقیده ایمان به غیب است و ایمان آوردن به چیزی واقعی. واقعا همین درست. قوامها المحبت یعنی عبادت گسترده است، یعنی پایه این محبت است و بزرگ داشتن است. وقتی که الله را عبادت میکنی مجبوری نه، این از روی محبت تو الله را عبادت میکنی، فهمیدید؟ و از روی تعظیم بزرگ داشتن. و ثمرتها الاخلاص والمثابره، و میوه عبادت این اخلاص است و المثابره و استواری بردمی است. مثابره گفته یعنی که استوار سخت استادن، انا مو وقت یعنی که میوهش تو بر میچینی. 5 صلوات فی اليوم واللیله، در یک شبانه روز 5 وقت نماز برای تو مقرر کرده است. یکفر الله بهن الخطایا، با تو فعل این 5 نمازی که تو اونها را ادا میکنی چیکار میکنه؟ الله تعالی تمام خطاگی ها را میبخشد، گذشت میکنه. و یرفع بهن الدرجات، با در برابر بخشیدن چیکار میکنه؟ درجه ها را بلند میبردارد. و یصلح بهن القلوب والاحوال، حال و احوال قلب ها را اصلاح میکنه به طفیل این 5 وقت نماز. یأتی بهن العبد بحسب استطاعته، بنده همین 5 وقت نماز چه نمیتوانستگیش به جا میبرد. الله تعالی میفرماید که فاتقوا الله ما استطعتم ای علی قدر طاقتکم، چه طاقتتان چیکار کنه؟ از الله تقوا کنه. نه چقدر که شیخ حسین سوال میتونم که یک از دادر حبس خانه است، آبی نیست که طهارت کند، خاکی نیست که تیمم کنه، یعنی که وسایلی تیمم میکردی نیست. پس چیکار میکنه؟ نماز ساقط میشه؟ مثل نماز ساقط نمیشه. با چیکار کنه؟ نماز میخونه. آبا میگه طهارت نکنه، میگه فاتقوا الله ما استطعتم. طهارت کردن هیچ علاجش نیست. نماز خوندن علاجش نیست؟ علاجش نیست. همون نماز خوندن میگه. و یا ده طاقتش بالایی کن، دیگه نمیتونه. نه آب داره طهارت کنه، نه جوی هست که تیمم کنه. هم تو نمازش میخونه. برای میشه هسته که بعضی ازالتی هایی که چومنه دست پاش بستگن نمیمونه تاش جنبه. همجوری چیزیش نماز باید خونه. همین آیت در چند جا یعنی که دلیل میشه. فاتقوا الله ما استطعتم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حسين، وكان عمران رضي الله عنه مريضا. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به عمران بن حسین هنگامی که عمران رضی الله عنه بیمار بود چنین گفت: صلی قائما، نمازت راستا خسته خوان. فإن لم تستطع، ما اینو خیلی بلحظی گفتم که فهمم سنجا دو طایف مردم تاریخ کردم اون نمیفهم مشویش هم نکردیم اون طرفش هم نکردیم. صلی قائما، نمازت قائم یعنی که راستا گذار. فإن لم تستطع، اگر نتوانی، فقاعده، بس نشسته. فإن لم تستطع، اگر نشسته هم که نتوانی، فعلى جنب، بس به پهلو، یعنی یک پهلو رو به طرف قبله ایستاده نماز بخونی. حدیث اخرجه البخاری گفته است. نه زکات و هی جزء یسیر من مالک. با زکات گفته که یک نوع عبادت است، یک جزئی اندکی هست از مالت. همین مالت نمیتی، هم یک جزئی معینی هست از مالت. تدفع فی حاجت المسلمین، برای بیگانه هم نمیتی او را در حاجت، در احتیاج مسلمان ها میدهی. للفقراء والمساکین، برای همه مسلمانان نه، برای فقیر و مسکیناش، فقیر مسکین و ابن السبیل و مسافرها. ابن السبیل گفته اساسا مسافر در نظر داره. والغارمین، و برای قرضدارها میتی. و غیرهم من اهل زکات، و غیر از اینها، یعنی شکلی که ورزی 8 اصنافی زکات است. جایی که زکات مصرف زکات 8 می باشن، شکلی که در جای گفته شما دیگه. خب از ما 8 یکی هست همین نودی الفقراء، انما الصدقات للفقراء والمساکین و ابن السبیل والغارمین، و کسانی که عاملین علیه، کسی در زکات کار کنند و فی سبیل الله، در راه الله. الله تعالی میفرماید که فاقیموا الصلاة، نماز را قائم دارید، یعنی طوری که الله از شما درخواست کرده، طلب کرده، موافق به گفتی الله نماز ادا کنید. و آتوا الزکات، الزکات مال بدهید. و اعتصموا بالله، ای تمسکوا بدینه و امتنعوا به، گفتیم یعنی به دین الله چنگ بزنید. هو مولاکم ای ناصرکم،
و متولی امورکم و نصرت دهنده و به عهده گیرنده کارهای شماست. فنعم المولا و نعم النصیر. چه مولای بزرگ است و خوب است و چه نصرت دهنده بزرگ است. صیام شهر واحد فی السنه. و در یک سال یک ماه روزه گرفتن است، روزه است. و من کان مریضا، کسی که بیمار باشد، او علی سفر، یا که در سفر باشد، فعدة من ایام اخر، یعنی به همون روزهای خوردگیش در دیگر روزها چکار میکند؟ میگیرد روزه. و من لا یستطیع الصیام لعجز دائم، و کسی که قدرت روزه گرفتن نداشته باشد برای خاطر یک عاجزی دائمی دارد، خرانیسکی بیماری ها دارد، بیماری که یعنی امیدوار نیست دیگه این انجام میخزد یا که صحت میشد نیست، شگریم نیمشش بریده پرتفتیان، جگرش بریده پرتفتیان، خلاصه یعنی که یک بیماری سخت دارد که دیگه دائمی امیدی صحت شدن نیست. یطعم مسکینا عن کل یوم، هر روز به هر یک روز یک مسکین چکار میکنن؟ میخورانن. هر روزی که این خورده ایستاده نمیتود که بکنن، یک مسکین میخورن. اون معنا نداره که اون مسکین که مرده روزی بیا میخورونه، خیلی نه که بیمار است با یک مسکین دمای رمضان چیکار میکنه؟ فریاد بیا خونه عبید کنیم. من کو خیر میگم خرانیست که کسل دارم، الله تعالی من گفته است که یعنی که شریعت من گفته است که یک یتیم یک مسکین خورانم بیا خونه عبید کنیم دمای رمضان. نه، یک مسکین خورانه یعنی که یک مسکین مؤمن مسلمان افطارش تعمیم میکنه. فهمیدید؟ این قول راجح شیخ حسیمین. اگر دیگه شیخ بود دیگه علما گفته هستن که نه، اگر نه سوقش دیگه این نمیخورن دیگه مثلا هیچ. حج بیت الحرام مرة واحدة في العمر للمستطيع، برای شخص قدرت و توانادار در عمر یک مرتبه زیارت خانه حرم کردن. این درباره حج گفته است. هذه هي اصول حق الله تعالی. اصول حق الله همین است. الله فروعش بسیاره، یعنی اصول حق الله همین ها هستند. و ما عداها فانما یجب لعارض. و غیر از اینها دیگه با حقوق هست، اینها واجب میشه. کدام؟ لعارض، برای حادثه های فوق العاده. دائم نیست و فوق العاده، یعنی از عادت بالا، فوق العاده. فوق العاده میگیم گفتم. و مانند جهاد در راه الله، فهمیدید؟ میشود که مثلا پنج بینای مسلمانان رو به جا آورده سودیم که یکی از بار جهاد میشود با شروطش، همین شروطش فراوان است، مهیا است. رهبر فرمان میدهد که جهاد کردن که علیه دشمن، در همین حین چی میشد؟ جهاد هم واجب میشود. او لاسباب توجب، یا دیگه سبب هست که موجب یا واجب میشه، که نصر مظلوم، مانند یاردم دادن یک کسی ظلم دیده. همین حاضر در گرد اطراف ما یک کس نیست که ظلم دیدگی باشه او را نصرتش دید. در گردن ما واجب نیست که کوبیم که در کجای جهان ظلم دیده هست یک بار دست گرفت. یکی یک بار دیدن که در پیش مطاف یک کس ظلم دیده هست، انا ما حین در گردن ما واجب میشه که او را چیکار کنیم؟ نصرتو دستگیری کنیم. نصر ینصرو به معنی اساسا یک کسی یاردم دادن برای دفع یگون ضرر میشه. اگر انا یعون و عون باشه دیگه برای یک کسی یاردم دادن برای جلب منفعت. یعنی بعضی کسا فرق کردن نمیتونه بین نصرت و بین عون یا که اعانت چه فرق داره؟ هر دوش به معنی یاردم است. میگه که نصرت برای دفع، برای میگه که فانصرنا علی القوم الکافرین، برای نصرت به مقابل قوم کافرها که ما ضررش هم دفع شود. اما برای نفع باشد که چی استفاده برمیشه کدوم؟ عون. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انظر یا اخی هذا الحق اليسير عمله. نگاه که میگوید این حق در عمل خیلی هم یسیر است، سبوک آسانه. همخیره الكثير اجرا، در اجر باشد این عمل خیلی هم بسیار است. اذا قمت فيه كنت سعيدا في الدنيا والآخرة. اگر تو همین حق بجا بیاری، اذا قمت فيه، اگر همین حق تو بجا بیاری چی میشوی؟ سعیدا فی الدنیا والآخرة، در دنیا آخرت سعادتمند میشوی، خوشبخت میشوی.
و نجوت من النار، از دوزخ خلاص میشوی. و دخلت الجنه، به جنت داخل میشوی. الله تعالی میفرماید که فمن زحزح عن النار ای نحی و ابعد، کسی را از دوزخ دورش کنند، نجاتش دهند، و ادخل الجنه، به جنت او را داخلش گردانند، فقد فاز، فقد نجا، نجات یافتگی همونه. و به گزیت نجات نویسن قطعه آدم نجات نمی‌یابد از دوزخ. گزیت نجات می‌نویسند، مردم احمق کرده سرگرم افسانه و دیگر چیزا. برای الله تعالی می‌فرماید که فمن زحزح عن النار، کسی را از دوزخ خلاصش کنند، نجاتش دهند و تمام نشده است و به جنتش درآورند، انمین کس نجا، فقط فاز، یعنی پیروز و موفق شد، یعنی که نجات یافتگی همین میشد. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، زندگانی دنیا در برابر آخرت هیچ چیز نیست بجز یک متاعی فریب. غرور گفته متاع اصلا یک چیزی موقتا استفادهش میبری. برای ما زنان هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم متاع گفته، حساب کردی، گفته است که این دنیا متاع است و بهترین متاع دنیا زنی صالح است. گفته متاع یک چیزی که موقتا اون استفادهش میبری، کهنه میشود. همینه شیری باشد و اون جبهه شیرینش میاره با اونی چیزی کش میاره موقتا. الغرور فریب نگیره. دیگه جا میگه و زندگانی دنیا شما را با مغرور نکند، فریبتون نکند. گفته به همین یکم حق را، یعنی که اختصارا قدر استفاده خوانده تمام کنیم. و صلی اللهم وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.